تا کنون کوشش های بازنمودن راه در کانال سوئز تا جای نرسیدن و آن یک کانال صنعی در قلمرو مصر که بحر میانه زمین را با بحر سرخ پیوست می کند و یکی از مهمترین شبکه های انتقال مال و کالا در بین آسیا و اروپا می باشد بسته است. 23 مارس کشتی 400 متری اورگیون مثل یک نهنگ به ساحل پرتافته شده در میان کانال در مانده است. کشتی یاد شده زیر پرچم پنما شنا می کند ولی صاحب آن شرکت ژاپنی شای ایکیسن کیکی می باشد. کشتی در یک تنگنای واقع در 6 کیلومتری درآمدگاه جنوبی در کنار شهر سوئز به ساحل برخورده است. توسط کانال سوئز 12% مال تجارت عالم کشانیده می شود. حاضر تنبشوی کشتی ها به قول خبرگزاری ریترز تا به هندوستان رسیده است. معلوم نیست که چگونه و کی این کشتی از کانال سوئز بیرون کشیده می شود. تجهیزات و کشتی های کمک رسانی مصری که حالا به آنجا رسیدن تا کنون به موفقیت نائل نشدند و از این رو بعضی کشتی ها راه های الटरनेटिوی را پیش گرفتند. هر ساعت بند ماندن کانال سوئز به قبل خبرگزاری رایترز میلیون ها دلار به اقتصاد دنیا خسارات به بار می آورد. فعلا مهندسان می خواهند خاک ساحل را بیرون آورند و کانتینرهای کشتی را خالی کنند تا کشتی به حرکت درآید.